stative verbs یا همون افعال حالت، غیر کنشی، ایستا چی هستند؟ خیلی از زبان آموزها در استفاده از این افعال مشکل دارن و مدام درگیر خطاهای مختلف هستن. اما قراره که توی این ویدیو یک بار برای همیشه این مشکل رو رفع بکنین و دیگه اونها رو اشتباه نگیرید. با چی؟ با dynamic verbs، با افعال داینامیک یا افعال کنشی. بریم و بیایم براتون کامل توضیح میدم. عرض ادب و احترام، حسین نطاف‌زاده هستم. همونطوری که در اینترو به شما گفتم قراره بررسی بکنیم استیتیو ورب ها یا فعل های حالت یا همون حالتی، غیر کنشی، ایستا. اینها مواردی هستند که برای استیتیو وربز به عنوان معادل در زبان فارسی استفاده میشن و قراره که این رو یعنی استیتیو ورب ها رو یا فعل های حالتی رو با داینامیک وربز یا افعال کنشی که دقیقاً نقطه مقابل افعال ایستا هستند رو با هم دیگه یه مقایسه خیلی ریز بکنیم که دقیقاً متوجه بشید که داستان از چه قراره و چرا زبان آموزها اینجا درگیر خطا هستند و گیر میافتن توی استفادهشون. یه استثناء هم داره که اونو گذاشتم انتهای ویدیو به خاطر اینکه نمیخوام فعلا ذهنتون رو درگیر یک سری خطاهای پرتکرار بکنم. Stative verbs افعالی هستند که اکشن نیستند. ساده ترین تعریفی که میتونم ارائه بدم برای چنین چیزی همینی که به شما گفتم. Stative verbs are not action verbs or are not action things. چیزهایی هستند که کاری رو نشون نمیدن. یعنی ممکنه برسید به واژگانی که خودتون با خودتون وقتی مرورشون میکنید میگید که این داره یک چیزی رو صرفاً توصیف میکنه یا یک چیزی رو عنوان میکنه و نشون دهنده کاری نیست. حالا ممکنه از من سوال بپرسین dynamic verbs چیا هستن؟ چه واژه‌هایی میتونن باشن؟ stative verbs چه واژه‌هایی میتونن باشن؟ من خیلی کوتاه چند تا کلمه رو میگم، بعد میبرمتون سراغ مثال ها که یک compare and comparison هم برای شما انجام بدم، یعنی یک مقایسه بین این دوتا برای شما انجام بدم که اون رو هم متوجه بشید. دقت داشته باشین برای stative verbs ما واژه های مثل know, like, love, hate رو داریم. know به معنی دانستن، know. love به معنی دوست داشتن یا عاشق بودن یا عشق ورزیدن. like به معنی دوست داشتن و یا پسند کردن چیزی. hate هم به معنی تنفر داشتن از چیزی. اینا وقتی شما میخونیدشون کاری رو انجام نمیدن، اکشنی رو انجام نمیدن. مثلا ما وقتی میشنویم یک نفر از ما تنفر داره یا ما نسبت به یک نفر تنفر داریم یا چیزی رو پسند میکنیم یا میپسندیم، اکشنی رو انجام ندادیم. ما اکشنی در پسند کردن یا پسندیدن چیزی نمیبینیم. اما حالا این واژه ها رو دقت داشته باشین بهشون که الان برایشون روی صفحه نمایش داده شدن. eat, run, go, speak, write. حالا یه دونه هم بیشتر گفتم برای اینها که برای شما راحت تر جا بیفته. eat زمانی که شما غذا میخورید دارید چه کاری رو انجام میدید؟ دارید لقمه رو وارد دهن خودتون میکنید و غذا رو میخورید. run دویدن زمانی که شما دارید میدوید در واقع شما دارید یک اکشنی رو انجام میدید، دارید یک کاری رو انجام میدید. go رفتن زمانی که شما دارید به یک جایی میرید دارید اکشن راه رفتن رو دارید انجام میدید، دارید میرید به سمت یک چیزی، دارید اکشنی رو انجام میدید. speak صحبت کردن، حرف زدن. speak وقتی من دارم با شما صحبت میکنم فک من بالا پایین میشه، پس دارم یک کار فیزیکی رو انجام میدم برای شما. write زمانی که من دارم یک چیزی رو مینویسم پس من دارم یک اکشنی رو با دستم انجام میدم، دارم یک چیزی رو روی یه تیکه کاغذ on a piece of paper دارم مینویسم.
پس اینا همه اکشن هستن. تفاوت این دوتا stative verbs and dynamic verbs توی دقیقاً همینه. stative verbs دارن یک استیتی رو عنوان میکنن، دارن یک حالتی رو میگن، دارن یک چیزی رو به ما عنوان میکنن که تحرک درونش نیست، ایستا هست، غیر کنشی هست. اما dynamic verbs از اونجایی که ما خود واژه داینامیک رو هم در زبان فارسی وارد کردیم و بهش میگیم داینامیک یا بهش میگیم واژه های داینامیک، یکم حالت پرژن اکسنت داره. دقت اگر کرده باشین توی dynamic verbs یا dynamic verbs، اینجوری بگم که حالا شما هم شاید ذهنتون اینجوری باش آشنا شده، در اصل همون داینامیکه و بهش میگیم داینامیک. dynamic verbs اگر بهشون دقت بکنید می‌بینید با اکشن همراه هستن. پس واژگانی نیستن که ایستا باشن، در حرکتن، یک اکشنی رو دارن توصیف میکنن. در واقع کنشی هستن، برخلاف stative verbs که غیر کنشی بودند. واژه‌هایی که ما بهشون میگیم dynamic verbs ممکنه خیلی جاها به شما بگن اینها action verbs هستند، یا همون stative verb ها رو یه جاهایی ممکنه به شما بگن اینها state verb هستند، state verbs هستند. پس اینها رو خوب یادداشت بکنید و یادتون باشه. بریم سراغ compare and comparison جملات. من دونه دونه برای شما میخونم. ستون اول همونطوری که اطلاع دارید dynamic verb هستن. ستون اول منظورم ستون سمت راست صفحه هست. اونجا هم بالاش براتون عدد 1 رو قرار دادم. ستون اول dynamic verbs هستن به همراه جملاتشون، و ستون دوم سمت چپ stative verbs یا state verbs هستن که برای شما مثال زدم و عدد 2 رو هم که میبینید بالا برای شما قرار دادم و نوشتم. اول ستون سمت راست رو برای شما میخونم، بعد میرم سراغ ستون سمت چپ. اولین واژه، اولین dynamic verbs، اولین فعل داینامیک، فعل کنشی. eat. I am eating lunch. اولین dynamic verb که اینها رو 5 تاشو من برای شما گفتم قبلا، یعنی حالا دارم برای شما مثال میزنم. eat. I am eating lunch. دومین dynamic verb run. She's running in the park. She's running in the park. سومین dynamic verb. چرا بعد از هر کدوم از اینا میگم dynamic verb؟ به خاطر اینکه این توی ذهن شما بمونه که اینها dynamic verb هستند یا افعال داینامیک هستند، افعال کنشی هستند، با اکشن همراه هستند، اکشن verb هستند. Go. They are going to school. They are going to school. چهارمین dynamic verb speak. He's speaking on the phone. پنجمین dynamic verb write. I am writing an essay. یا I am writing an essay. هر دو تلفظش درسته. ششمین dynamic verb read. She is reading a book. She is reading a book. هفتمین dynamic verb cook. They are cooking dinner. They are cooking dinner. هشتمین dynamic verb he is driving to work. He is driving to work. و نهمین dynamic verb میشه clean. I am cleaning my room. I am cleaning my room. و دهمین dynamic verb اینجا واژه swim هست که مثالش هم میشه we are swimming in the pool. We are swimming in the pool. حالا 10 تا stative verbی که ما استفاده کردیم به عنوان مثال در ستون شماره 2 سمت چپ که مثالهاش رو هم الان دیگه دارید میبینید به صورت واضح و براتون روشنش کردم این قسمت رو. 5 تاشو برای شما گفتم ولی خب مثال نزدم دیگه. حالا مثل dynamic verbs برای stative verbs یا state verbs
یا افعال حالت، افعال ایستا، افعال غیر کنشی. من اینا رو هی دارم تکرار میکنم که هر جا ممکنه توی وبسایت‌های مختلف، جاهای مختلف شما بگردید اینها رو با اسمهای دیگه به شما معرفی بکنن. همش یکیه، همش همینه. پس الان قراره که در خصوص استیتیو ورب ها برای شما توضیح بدیم و مثال بزنیم. یعنی توضیح که دادیم میخوایم مثال بزنیم. know، اولین stative verb. know. I know the answer. I know the answer. I know the answer. دومین stative verb. like. She likes pizza. She likes pizza. سومین stative verb. love. I love this movie. I love this movie. چهارمین hate. He hates Mondays. He hates Mondays. پنجمین stative verb. need. I need help. I need help. ششمین stative verb میشه they want a new car. They want a new car. هفتمین stative verb. believe. We believe you. We believe you. هشتمین dynamic verb. هشتمین stative verb. دیگه انقدر گفتم dynamic verb که دیگه خودم هم قاطی کردم. هشتمین stative verb. understand. She understands the question. She understands the question. نهمین stative verb. own. He owns a bike. He owns a bike. و دهمین stative verb و آخرین stative verb از مثالهایی برای شما زدیم و این compare و comparison رو برای شما انجام دادیم. دو تا ستون رو گذاشتیم کنار هم که تفاوت‌ها رو متوجه بشید. واژه remember هست. I remember that day. I remember that day. پس این از 10 تا مثالی که برای stative verb ها و dynamic verb ها زدیم. بریم سراغ نکته و استثنایی که برای شما گفتم که اولین نکتهش مربوط به stative verb ها هست و خیلی باید توجه بشه بهش چون که زبان آموزای زیادی درگیر خطا هستن اینجا و حق هم میدن که درگیر خطا باشن. توضیح میدم چرا. در جملاتی که stative verb ها وجود دارن شما اجازه استفاده از ing و to be ندارید. stative verb ها تحت هیچ شرایطی از نظر گرامری نمیتونند ing بگیرند و یا در جمله قرار بگیرند که اون جمله دارای to be هست. اینا با هم دیگه در یک جمله قرار نمیگیرند. به 10 تا مثال اگر دقت کرده باشید توی یک کدوم از اونها شما نمیتونستید یکی رو پیدا بکنید که یه جایی ing داشته باشه یا چی داشته باشه یا to be داشته باشه اما is و are داشته باشه. درسته؟ به مثال ها مراجعه بکنید. I know the answer. She likes pizza. I love this movie and etc. پس تا اینجای کار شما که خوندید نه ing دیدید داخل جملات، یعنی به واژه know یا به واژه likes که یک stative verb هست شما ing ندیدید و to be هم ندیدید اما is و are هم شما در این جمله ندیدید، در این مثال ها ندیدید. پس شما نمیتونید بگید I am knowing the answer. I am knowing the answer یک جمله هست که grammatically incorrect هست، یعنی از نظر گرامری کاملا incorrectه. چرا؟ به خاطر اینکه قانون زبان انگلیسی داره اینو به ما میگه و اگر شما در حال گذروندن یک تست بین‌المللی مثل آزمون IELTS or TOEFL هستین بدونید که از شما نمره کسر خواهد شد یا حتی آزمون‌های دانشگاهی خودتون، مدرسه خودتون، شما ممکنه دانش آموز باشید، دانشجو باشید یا یک فردی باشید که بالاخره میخواین کنکور بدین یا هر چیزی، مطمئن باشید که این از شما نمره کسر خواهد کرد. پس I'm knowing the answer
یک جمله اشتباه از نظر گرامری هست. اما اینجا رو دقت بکنید، این استثنایی بود که من برای شما گفتم. در اسلنگ یا street language یا زمانی که شما توی کوچه بازار هستید I'm knowing the answer استفاده میشه. یک ترم هست که به برخی از stative verb ها ing رو اضافه میکنن، to be رو هم میارن و متوجه هم میشن و استفاده میکنن. مثل زبان فارسی خودمون که زمانی که ما داریم فارسی صحبت میکنیم خیلی جاها قواعد گرامری رو در زبان کوچه بازار خودمون رعایت نمیکنیم. دقیقاً چنین اتفاقی هم در زبان انگلیسی افتاده. پس تا اینجا کار یه نکته گفتم، استثناء رو گفتم برای شما که به شما در ابتدای ویدیو گفته بودم اون استثناء رو که یک استثناء وجود داره. این استثناء که در street language معمولاً I'm knowing the answer قبول شده است، accept شده است و استفاده هم میشه. و نکته پایانی رو هم که برای شما بگم رو و ویدیو رو تمام بکنم این هستش که stative verb ها رو شما میتونید با همه تنس ها یا زمان ها استفاده بکنید بجز یک زمان، اون هم present, continuous or progressive یا همون حال استمراری. شما میتونید از stative verb ها در جملاتی با تنس های مختلف استفاده بکنید، اما از این واژه ها، از این ورب ها نمیتونید در جملاتی که تنسشون present continuous or present progressive هستند استفاده بکنید. چرا من مدام میگم present continuous or progressive؟ چون که باز هم ممکنه شما زمانی که جستجو میکنید یه جا برای شما بنویسن present progressive یا یه جا برای شما بنویسن present continuous که خب جفتش یکی، فرقی ندارن، صرفاً عنوان متفاوته وگرنه همون داستانه. حال استمراری شما نمیتونید از استیتیو ورب ها در جملاتی که تنسشون استمراری هست استفاده بکنید مگر در یک استثناء، اون هم نه برای همه استیتیو ورب ها. یک سری از استیتیو ورب ها مثل have دارای دو شکلن، یعنی هم استیتیو اند هم داینامیک هستند. به عنوان مثال I am having a party. I am having a party. وقتی به این جمله نگاه میکنید هم این جمله رو شنیدید، هم استفاده کردید، هم نوشتید. خب اگر که have یک stative verb هست چرا اینجا به صورت استمراری به کار برده شده، ing داره، to be هم توی جمله هست؟ علتش کاملا مشخصه. برخی از stative verb ها دارای شکل داینامیک هم هستن مثل have. حالا اگر شما stative verbi رو میشناسید که مثل have دقیقاً دو شکل داره، یعنی در جملاتی به شکل داینامیک خودش به کار برده میشه، این پایین برای من بنویسید که خوشحال میشم یه دونه واژه هم به واژه های من اضافه بشه. عرض دیگری نیست، تمام توضیحاتی که برای stative verb ها نیاز داشتین برای شما گفتم. تکست این ویدیو، چیزایی که لپ مطلب این ویدیو هستن رو در لینکی که الان دارید میبینید روی صفحه در وبسایت ترنسلب، وبسایت خودمون، اونجا قرار دادیم، میتونید اونجا مراجعه بکنید. البته این ویدیو هم همونجا حضور داره، هم میتونید ویدیو رو اونجا تماشا بکنید. بخش کامنت ها هم اونجا فعاله، میتونید اونجا لاگین بکنید، ثبت نام بکنید و برای ما کامنت بذارید، بپرسید سوالتون رو. ما همونجوری که الان برای شما مفصل و با حوصله و طمأنینه توضیح دادیم همونجوری برای شما در بخش نظرات توضیح میدیم. اصلا کار ما اینه که برای شما توضیح بدیم، یادتون بدیم و برای شما وقت بذاریم، چون که شما برای ما با ارزش هستین. روز خوبی داشته باشین. فعلا خدا یار و نگهدارتون باشه.